اگر بالای 50 سال هستید یا حالا این اصطلاح رو از من بپذیرید، فرق نمیکنه، ممکنه 54 سالتون باشه، ممکنه 44 سالتون باشه، ولی اگر صبح بیدار شدید احساس کردید مفاصلتون خشکه، یه ذره درد دارید، بدنتون آروم نیست، اصلا خسته اید، نمیخواید از جاتون بلند شید، اینا نشونه های اینن که یه چیزی تو تعادل نیست. چون من سنم رفته بالا اتفاق میفته، اینا همش مال عدم تعادله، بهتون قول میدم. خیلی نشونه ها هست. وقتی من پرسشنامه‌مو به عنوان اولین قدم با کسایی که میان پیش من پر میکنم، معمولا یکی دو تا دایره از چیزا پیش میاد که یه عالم نشونه است که به هم مرتبطه. گاهی اوقات مربوط به یکی دو تا مشکل میشه، یه وقتایی مربوط به کمبود یه چیزاییه، یه وقتایی هم مربوط به مثلا گوارش میشه و چیزای اینجوری. اگر دوست داشتید به کمپین نوشوگر من بپیوندید.